الرحمن الرحیم. به نام آن که بودنمان یادی از اوست. وقتی که یک هسته درختی از دل خاک جوانه میزنه، جوانش دیده میشه و در معرض نور خورشید قرار میگیره، شروع به رشد کردن میکنه. نوجوان برای اینکه به رشد اجتماعی دست پیدا کنه، خداوند در او حس جلوه گری و دیده شدن را قرار میده. خودش رو در یک صحنه نمایشی میبینه که همه دارن نگاهش میکنن و نظر دیگران براش خیلی مهم میشه. شاید تا 7 سالگی نظر دیگران و نگاه دیگران براش مهم نباشه، اما از 7 سالگی به بعد، مخصوصا در اواسط نوجوانی، نگاه دیگران براش خیلی ارزش پیدا میکنه. در این دوران ممکنه خیلی از خودش تعریف کنه، باید گوش داد. ممکنه بگه که جنس مخالفم همیشه به من ابراز علاقه میکنه، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی. خب این میخواد بگه من جذابم، شاید بلوف بزنه، شاید هم واقعی باشه. اینکه قرار ملاقاتی نذاشته، دیتی نذاشته. پدر مادر بهتره گوش بدن به این مسائل. این گوش دادن خودش حس جلوه‌گریشون رو تأمین میکنه. خیلی وقتا اگر حس جلوه‌گری تأمین بشه، این به کارهای با کیفیت‌تری فکر میکنه. مردی میگفت در دورانی که نوجوان بودم، دوچرخه داشتم، حرکات نمایشی انجام میدادم. پدر و مادرم منو تایید نمی‌کردن و دام تذکر میدادن نیفتی. میگه این عقده در من مون، موتور خریدم، اگزوزش رو تغییر دادم، صدای بدی، حرکات خطرناکی. میگه تا ازدواج کردم همسرم 2-3 بار حرکات نمایشی با موتور من رو دید و تایید کرد و تعریف کرد. میگه این حس درم تأمین شد، دیگه خودم میل نداشتم، موتور رو فروختم، ماشین خریدم، گاهی باش مسافر کشی میکردم. میگه در یه جایی دیده شدم، هر جا حس جلوه‌گریش تأمین بشه و این شخص دیده بشه، دیگه غرق در فضای مجازی و مشروبات الکلی، مواد مخدر نمیشه. موفق و مؤید باشید.